حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که در مؤسسه‌های تقسیم برق رشوه‌خواری زیاد، تصرف پول مشتریان، دستکاری سیمه‌های بیلینگی پرداخت نیروی برق وجود دارد. خبرگزاری دولتی خاور در یک گزارش از نشست در شرکت برق تاجیک عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر را نقل قول کرده است که چنین است: سنجش‌های پروکوراری، حالت‌های زیاد دزدی و تلفات قوه برق، تصرف تجهیزات و مبلغ‌های صاحب، پاره‌گیری غیرقانونی از اعتبار ساقط نمودن قرضداری مشتریان، بی اساس عوض کردن حسابکنک‌های برقی، وارد کردن تغییرات به برنامه بیلینگی و حسابکنک‌های برقی و به این واسطه کم پرداخت کردن مبلغ آن را آشکار نمودند. معاون دادستان کل تاجیکستان در این جلسه گفته است که در نیم سال گذشته برای استفاده غیرقانونی و یا دزدی و تأخیر در پرداخت حق نیروی برق 3800 نفر را به جوابگری مادی و انتظامی و مأموری کشیدند. در سراسر تاجیکستان 190 پرونده جنایی باز کرده و به گفته دادستان بیشتر از 270 میلیون سوم زیان رسیده را جبران کردند. مقامات تاجیکستان سالها باز مردم را گناهکار می‌کردند که حق استفاده نیروی برق را درست پرداخت نمی‌کنند و یا آن را بدون حساب کنک استفاده برده به خزینه دولت ضرر می‌رسانند. ساکنان برعکس میگویند که هر ماه ناظران پول برق را از آنها می‌ستانند وگرنه بی گرمی و روشنایی خواهند ماند. بعد دور و دراز ادامه یافتن این ماجراها، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل سال روان به طرح قانون امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سوم جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. سپس به مقامات دستور داد که برای پیشگیری از تلفات نیروی برق و دزدی آن و برگردانیدن قرض‌های عظیم چاره‌های فوری بیاندیشند. در نشست که روز 18 ایول در دوشنبه صورت گرفته است، مقامات رسمی تعریف کردند که در نیم سال گذشته تلفات نیروی برق را نزدیک به 18% پایین آوردند که در مقایسه به همین دوره سال 2024 تقریبا 3% کمتر است. سال گذشته 24% نیروی برق استحصال شده در تاجیکستان تلف می‌یافته است که رقم بسیار بزرگ است. معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته است تلفات نیروی برق در شهر دوشنبه تا 2 سال قبل از 35 تا 40% می رسید و در نتیجه تدبیرهایی که دوام 3 ماه آخر اجرا شده اند تلفات نیروی برق در پایتخت تاجیکستان تا به مرز 9% کم پایین آورده شده است. به قول معاون نخست وزیر از این برمی آید که 25% برق در پایتخت دزدی بوده است.